الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. خواهر محترمه پرسیدن قرآن کریم بالای کی نازل گردید و در کدام وقت نازل گردید و هدف از نزول قرآن چی بوده؟ خواهر محترمه، قرآن کریم آخرین کتاب الهی بالای آخرین پیامبر که اسمش محمد ابن عبدالله از قبیله هاشم و هاشم از قریش و قریش از ذریه اسماعیل علیه السلام، اسماعیل ابن ابراهیم، و آخرین پیامبر از طرف الله تعالی برای تمام بشریت انس و جن آفریده شد و در مدتی 23 سال به قول جمهور اهل علم قرآن بالای رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل گردید. و از هدف از نزول قرآن ابتدا سوره ابراهیم می فرماید کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. این آیت مقصدی نزول قرآن، هدف از نزول قرآن واضح می سازد که الله تعالی می فرماید این کتاب را بالای تو پایین کردیم تا اینکه تو مردم از ظلمات به طرف نور بیرون بسازی، به طرف صراط مستقیم. پس هدف از قرآن مردم دعوت کردن به سوی الله صراط مستقیم است و همین نور است و همین روشنی است و مردم از چای هلاکت و گمراهی و عبادت غیر الله به سوی عبادت الله تعالی دعوت بکنی. همین هدفی نزول قرآن کریم است. باز هم خواهری محترمه پرسیدن خداوند آتش جهنم را در چی بسته است؟ خواهر محترم، در آخرین آیاتی سوره الهمزه الله تعالی می فرماید انها نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده. یعنی آتش جهنم بالای اهلش پوشانده شده، بسته است کاملا، و امی پوشی که بالای جهنم است، امی پوش هم در ستونهای دراز و محکم بسته شده که دیگر هیچ امکانی بیرون شدن نیست. پس از این آیت معلوم میشه که آتش جهنم بالای اهلش پوشانده میشه، بسته میشه، و امی پوشی که در بالای آتش جهنم است باز در میخها و ستونهای دراز و محکم بسته میشه تا اینکه اهلش به هیچ وجه نتوانند از دوزخ بیرون شوند. و اگرچه فی عمد ممدده بعضیا نوع عذاب را گفتن که در جهنم به ستونهای دراز عذاب داده می شوند. والله اعلم. برادری سوال کردن از طریق بانک پول حواله می دهند به جایی و این بانک مبلغ بیشتر می گیره و امی تحویل را و امی پول را از طریق اشخاص می ریزه به شخص دیگری و باز این شخص پولی کمتر می گیره. آیا امی پول دادن در مقابل حواله درست است یا خیر؟ مشکل نداره برادر محترم، چی از طریق بانک روان میکنی و چی از طریق افراد، کسایی که کارا را شخصی میکنن و اونا در مقابل زحمات و تکالیفی را که دری را برداشت میکنن، مصرفی که میکنن، در مقابل از او پول میگیرن و با چیزی که اتفاق میشه مشکل نداره.